إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. این سوره را به نام سوره مریم یاد میکنه. داستان شگفتانگیز مریم در اینجا ذکر میشه. زن پارسا و زن عبادت کننده که در تاریخ اسلام الله متعال یاد ازیره در کتاب خود میکنه. مشخصات و صفات خصوصی که داره و درسایی که در داستان ازی وجود داره خیلی اهمیت داره. از خاطر کل سوره را به نام سوره مریم یاد کرده. این سوره 44م سوره هست که قبل سوره طه و بعد سوره فاطر نازل شده. این سوره هم مکی هست، یعنی قبل از هجرت حبشه این سوره نازل شده. ارتباط این سوره قطع ما قبل در ما قبل الله متعال جواب شبهات داده بود. در اینجا الله متعال بیان عاجزی صلحا انبیاء علیهم السلام ذکر میکنه که انبیاء علیهم السلام اله نیستند یا صفات الوهیت نداره، خود عاجزی برای الله متعال میکنه. یا است که در صورت ما قبل جواب شبهات الله متعال داده بود، اینجا جواب شبهه باقی را میده که عبارت از عبدیت یعنی بنده بودن صلحا است. نقطه مرکزی صورت هم سر همین موضوع دور میخوره که صلحا و انبیاء علیهم السلام در هر حالت رجوع به سوی الله کرده. مشکلات سر پیغمبران آمده، هر کسی که مشکل سرش بیا بازو عاجزی بکنه الله شده نمیتونه. از او خاطر نصارا که عیسی علیه السلام ابن الله یا الله سوم یا عین الله میگوید قولشان مردود است، این درست نیست. اما در ضمن در ابتدای سورت درسای خیلی آموزنده به دعای زکریا علیه السلام است. در زندگی انسان الله متعال به هر بنده خود حالات مختلف پیش میکنه. کسی را اولاد میده، کسی را نمیده، کسی را دختر میده بچه نمیده، کسی را بچه میده دختر نمیده، کسی را بیخی عقیم میسازه که حتی اولادش پیدا نمیشه. در این طور حالات انسان به کدام طرف رجوع بکنه، چی باید بکنه و از چی انسان کار بگیره. الله متعال امی حالات در اینجا ذکر میکنه با عمل کرد یک پیغمبر که الله متعال یاد از او را میکنه. کدام اولاد به درد انسان میخوره، انسان کدام قسم اولاد از الله متعال سوال کنه، از الله متعال او را طلب بکنه. از همون خاطر در اینجا بسیار درسای آموزنده است، خصوصا در مورد او مردمی که و صاحب اولاد نیستن یا بچه ندارن یا همیشه نعوذ بالله هر در میکوبه که مگرم اولاد پیدا شود. خصوصا در جامعه ما که درا را کوبیدن چی که یک قبر نمیمانه دوره میزنه طواف میکنه و یک پیر نمیمانه که تا پیش شویش نگیره و یک جادوگر نمیمانه تا که دودی از او را دود نکنه به این خاطر که اولاد شوه. اما قرآن برای ما درس میده که اولاد دهنده غیر از الله متعال دیگه کسی نیست و باید از الله متعال طلب کرده شوه نه از کسان دیگر. از او خاطر در ابتدای سورت درس توحید بزرگ الله متعال برای امچو مردم میده که اگر اولاد ندارن یا بچه ندارن سر خود در هر دیوار نزنه، فقط توجه به الله متعال بکنه. ما عقیده به تقدیر داریم. تقدیر ای را میگه که الله متعال فیصله کرده در ازل که یک کسی را یک چیز و کسی دیگر را دیگه چیز مطابق و مناسب حالش الله متعال میده. اما آن چیزی که در دنیا برای کسی عطا شده کلش مورد امتحان الله متعال است. این زندگی ابدی نیست. اصل مقصد در دنیا نیست که ما در دورش چرخ بخوریم و این را اصل مقصد زندگی بدانیم. این مرحله عبوری است، مرحله است که ما زندگی حقیقی خود در آخرت توسط امی زندگی تکمیل میکنیم، توسط امی زندگی تعیین میکنیم. اگر در این دنیا یقینا اطاعت و فرمان الله را بردیم او دنیای ما خیلی خوش و او دنیای ما سعادت بخش است. اگر نه که نعوذ بالله با وصفی که الله متعال برای ما امکانات داده برای راهیابی ما در اینجا راهیاب نشدیم، آخرت خیلی خطرناکی داریم، یعنی او زندگی ما زندگی خراب می باشه. بسم الله الرحمن الرحیم کاف ها یا عین صاد. الله عالم است به اصل مراد ازی
اصل مقصد ازی برای الله معلومات است. علما بعضی معناهای تأویلی میکنن نکته‌ای، لیکن اصل حقیقت معنا را الله میداند. در کلام عربی گپا می آمد، ما عقیده داریم که بی مفهوم نیست، عبث و بیفایده نیست. آلی علما نکات مهم دیگر هم برایشان میکشه با این حرفا، لیکن اون نکات است، اصلی وجه نیست یا معنا و تفسیرش نیست. ذکر رحمت ربک عبده زکریا، یادآوری رحمت پروردگار تو را عبده بنده خود زکریا علیه السلام، یعنی یادآوری رحمت پروردگارت بالای بندش که زکریا علیه السلام او را الله یاد میکنه. الله متعال بالای انبیای خود رحمت کرده و را شامل رحمت خود قرار داده. چرا؟ به خاطری که توجه به الله کرده، درس بندگی را یاد گرفته، در دیگه طرف توجه خود نکرده به جز از الله، الله هم شامل رحمت خود قرار داده. هر بنده مؤمنی که عقیده به الله متعال داشته باشه، توجه خود طرف الله متعال بکنه، در هر مشکل الله متعال شامل رحمت خود می سازه. اینطور نیست که الله متعال از کسی رحمت خود باز داره. شرط است که آدم مثل زکریا علیه السلام کل توجه خود برای الله متعال بکنه، یعنی همونطور باورمند و عقیده داشته باشه که غیر از الله متعال کسی دیگر مشکل رفکدنی نیست. اونو وقت الله متعال رحمت خود روان میکنه. یادآوری رحمت الله بالای زکریا علیه السلام این درس به امت رسول الله صلی الله علیه و سلم میده که انبیا علیهم السلام چه قسم دعا کرده، طریق دعای از او را بدانه، چی را طلب کرده، اولاده، و چرا طلب کرده و چه قسم اولاد طلب کرده. برای امت رسول الله صلی الله علیه و سلم درس داده میشه که اولاد طلب شوه آنی و چه قسم طلب شوه. این گپار الله متعال در اینجا برای ما یادآور میشه. اذ نادى ربه، تشریع رحمت الله بالای زکریا علیه السلام چی بود؟ یکی از جمله نعمتهای بزرگ الله است که انسان عبادت الله را تکمیل کنه، رجوع به سوی الله متعال بکنه و تمام بندگی خود خاص برای الله بسازه. بدون توفیق الله متعال انسان نمیتونه بندگی کامل الله متعال بکنه. اگر ما نماز میخوانیم، تلاوت میکنیم، ترجمه میکنیم، در ترجمه میاییم، قطعی کسی از مخلوق الله احسان میکنیم، کلش توفیق الله هست. اگر الله متعال نخواه نمیتونی. زکریا علیه السلام پیغمبری هست که او باور داره که کلش توفیق الله است. الله از رحمت خود اول چیزی که یاد میکنه ندا یا فریاد زکریا علیه السلام به سوی الله متعال است، سوال کردن از الله متعال است. هر انسانی که مشکل خود از الله متعال میخواه، اول توجه رحمت الله از اینجا آغاز میشه. او انسانی که متکبر است، مغرور است، نعوذ بالله، هیچ خود مستغنی میگیره، به الله عجزی نمیکنه، میفهمی که از رحمت الله دور است. هر انسانی که رو بیاره به طرف الله متعال، آغاز یا شروع رحمت الله متعال سر انسان میشه. بعد از این رحمت در درجه تکمیل میرسه یا نمیرسه، او کار الله متعال است. او تعلق به اخلاص تو داره، باور تو داره و مصلحت تو داره که الله متعال می کار مصلحت دیده یا ندیده. اگر دیده بود الله متعال برات میده، اگر نبود برات نمیده. خود در دو صورت الله متعال تو را مورد امتحان قرار میده. شروع رحمت الله به دعا، طلب دعا است. هر انسانی که دعا را شروع میکنه از الله میخواه، اینمی خودش آغاز رحمت الله متعال است. بعد از اینکه الله امو مقصدی تا پورا میکنه، این خود دیگه امو احسان بزرگ است، امو نعمت بزرگ است که شامل حال امو تر بنده ها میشه. مثل زکریا علیه السلام اذ نادى ربه، زمانی که آواز داد زکریا علیه السلام ربه بر پروردگار خود، ذاتی که مالک و متصرف زکریا علیه السلام است، او را پیدا کرده، او را تربیه کرده، سید و حاکمش است، تصرف کلی زندگی و وجودش پیش از اوست، به مو متوجه میشه. در کلمه ربه اشاره به این میکنه که هیچ کسی دیگری لیاقت متوجه شدن نداره که تو از او سوال بکنی. پیدا الله کرده، تربیتت الله کرده، باز بعد از او تو بری مقاصدت از کسی دیگه طلب بکنی، سخت ظلم و جفا است. قرآن کریم در این نکته اشاره میکنه. زکریا علیه السلام پیغمبر است، اله نیست، معبود نیست، برای خود کدام کمال ذاتی نداره. هر چی که داره در توجهش به سوی الله متعال است. وقتی که متوجه الله متعال میشه، چه رقم آواز داد؟ نداء خفیا، شکی نیست که طلب کردن از الله متعال هم به آواز جهر میشه، هم به آواز خفیه میشه. اما راه ادب اوست که انسان الله متعال از
رگ گردن به تو پیش است. ادعونی استجب لکم. صحابه سوال کرده که الله متعال چی است؟ دور است یا نزدیک است که ما اگر دور باشه با چیخ بزنیم، اگر نه که نزدیک باشه است سوال بکنیم؟ الله متعال پس جواب داده ادعو ربکم تضرعا و خفیه، در حالت عاجزی خدا خیلی ناتوان عاجز بگی و بعد از او در حالت خفیه، بجز از او جاهایی که شریعت اسلامی اونجا گفته که باید جهر شود، تکبیرات در نماز جهر شود، قرائتات در بعضی رکعت‌های نماز جهر شود. چرا؟ تشریع دین الله را رسول الله میکنه. در هر جای یک تعداد مردم یک آیت میگیره، باز نعوذ معارض با امر عمل پیغمبر قرار میده، میگه الله اینطور گفته شما پس اینمی چی شود؟ خفیه گفته باید خفیه شود. خصوصا در مورد آمین یک تعداد دوستای ما دلیل میگیره که سعی کنه ندای خفی را الله خوش کرده، از او خاطر مدح بنده خدا میکنه زکریا علیه السلام، او آمین خو هم دعاست، از او خاطر خفیه شود. ما میگیم تو تفسیری آیت خوب میفهمی یا او کسی که سرش نازل شده رسول الله خوب میفهمه، یا تو زمانی که رسول الله جهر گفته باشه تو اینجا عقلت نعوذ بالله ای خو انتقاد سری پیغمبر میکنی که پیغمبر خلاف آیت کرده، آیت برش گفته که دعا خفیه خوب است و پیغمبر در ضد از کار کرده. این انتقاد تو سری رسول الله صلی الله علیه وسلم است. رسول الله تشریح میکنه قرآن کریمه، عام خاص میسازه، آیت مطلق مقید میسازه، شرط برش میگذاره، کلش موجود است. قرآن کریم پر از این واقعات است. هیچگاه آیت کتاب الله با حدیث صحیح پیغمبر در تعارض یا تصادم واقع نمیشه. چرا؟ رسول الله تشریح و تفسیر کی را میکنه؟ کتاب الله متعال میکنه. او در ذهن کسایی که نعوذ بالله منزله و مقام پیغمبر را نمیشناسه، در نزد ازوات تصادم در بین قول پیغمبر و آیت پیدا میشه. اما کسی که ذهنش خلاص شده باشه، مقام رسول الله را شناخته باشه که رسول الله تشریح کننده کتاب الله متعال است، هیچگاه نمیگه که اینجا تصادم در بین کتاب الله و حدیث پیغمبر وجود داره. این موضوعی است، قانونی است که همیشه در ذهنتان باشه. گاهی هم پیغمبر قولش تصادم با کتاب الله نمیکنه، بلکه او کتاب الله را تشریح و تفسیر میکنه. تشریح و تفسیر که شد اما گپا و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، یا آیت همیشه پیش میکنه. تو خود میدانی که یا رسول الله در نماز صبح دور خورد، صحابه کرام با جهر قرائت میکردن، در نماز جهری صبح یا با جهر میگفت. پیغمبر علیه السلام گفت لعلکم تقرؤون خلف امامکم، قالوا نعم یا رسول الله. گفت لا تفعلوا الا بفاتحه الكتاب، این کار دیگه نکنی مگر یک فاتحه الكتاب بعد قطش همینطور. حتی در اون موقعی که نماز جهری است پیغمبر اجازه داده که فاتحه الكتاب شود، و هر قدر جایی که حدیث نقل کرده رسول الله خو مبین است، میگه لا صلاه الا بفاتحه الكتاب، لا صلاه الا بفاتحه الكتاب. یک جای خو پیغمبر بگوید مگر در صورتی که مقتدی باشه فاتحه الكتاب ترک کنه، به خاطر که قرائت امام قرائت مقتدی است. خلاص یک جای پیغمبر امی حدیث خود مقید میساخت، در یک جای مقید نساخته، و حتی اون پس چی آمد که شما قرائت بکنه. و دیگه انصات یا چی میگه شنیدن استماع، این منافات وقتی داره که تو جهر شروع کنی و هماهنگ با امرای امام شروع بکنی، او هم جهر میگه تو هم جهر میگی، این اینجاست که معارضه میاد. اما در صورتی که او جهر میگه تو در نفس خود میگی، هیچگاه معارضه نمیشه. تاسف در اینجاست که در یک جای همینطور دوستا خودشان قائل است که باید این کار شود، در جای دیگه نه. اگر برشان بگویی که نماز صبح استاد است، میگه 2 رکعت سنت خوانده شود. چطور خوانده شود؟ اونجا می آیت معارض نمیشه. خودتون میگه که وقتی خطبه نماز جمعه شروع باشه، اگر درود بالای پیغمبر علیه السلام آیت درود خوانده شد ان الله و ملائکته یصلون، میگه در نفس خود درود بخوانه. اونجا خام تعارض است. شنیدن خطبه را شما خودتون واجب میگه، اوامی آیت در مورد خطبه آمده، چطور اونجا در نفس گفتن معارض قرار نمیده، فقط در نماز معارض قرار میده. هیچگاه انصاف این را تقاضا نمیکنه که یک موضوع در یک جای میپذیری، در دیگه جای ابا و انکار میکنی. صرف به خاطر چی؟ در مذهب نیست. فقط اینجا تقلید اینه میره میگه که انسان کور میسازه. در یک جای امو گپ است میپذیری، در جای دیگه امو گپ رد میکنی. این گپ قطعا امکان نداره. الله بصیرت نصیب انسان بکنه. پیغمبر علیه السلام مقامش بشناسه که تشریح آیات کتاب الله را میکنه. به هر ترتیب آداب دعا، سوال از الله متعال میشه،
و به عاجزی میشه و خفیه بهتر است. بجز از اون جاهایی که شریعت برای ما اجازه داده، وقتی که تو عمره یا حج احرام وسته میکنی تلبیه گفتن جهر آمده. تکبیرای تشریق از صبح روز عرفه تا بعد از اینکه چهارم روزی عید میشه ای با چی آمده؟ با جهر آمده. پیغمبر برات گفته تکبیرای انتقالات با جهر آمده، قرائت در بعضی رکعت ها با جهر آمده، اینی جرا آذان و اقامت با جهر آمده. شریعت برات گفته اگرچه و ذکر باشه یا دعا باشه، اما در مواقع دیگه سرینمی جاهایی که مستثنا به جهر شده سرش قیاس کده نمیتونی. پیر صاحبایی که میخیزه او چیسته ده گردی چی لاسپیکر ذکر خونه است، یک ذکر رسول الله نیست، خو مدح پیر صاحب است، یا با پشتو یا با اردو یا با فارسی، او را یا ذکر میگه، او ذکر نیست، او خو مداحی است. او طور کلمات و صفات را برای ازو ثابت میکنه که کلش دروغ و واهیات است، یکیش در او پیر موجود نیست، او خو کلش دروغگویی است. این دروغگویی را با جمع میگه، با آواز دستجمی میگه، در لاسپیکر میگه، مردم در خو نمیمانه، آزار اذیت میکنه. این دین نیست، قطعا دین نیست. دین غلط معرفی نکنن. دینی طور نیست که مردم آزار اذیت بده. آنقدر در دین اهمیت داده شده به اینکه یک همسایه از پیش اذیت پیدا نکنه. قال ربی انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا. زکریا علیه السلام در حالت پیری رسیده. انسان که دعا میکنه اول درخواست از الله میکنی. خب مقدمه دعا چی باشه؟ انسان در ابتدا اگر میخوایی که سوالم حتما قبول شود، اول مقدمه میگذاری که الله بسیار عاجز هستم، بسیار گناهگار هستم، بسیار شرمسار هستم. ضعف و ناتوانی خود پیش میکنه برای الله متعال. زمانی که تو از کسی یک چیزی را طلب میکنی، میروی پیشش یک چیز از او میخوایی، امیر میگی که امی یک روپم در خانه موجود نیست جناب محترم، برای ما قرض بدی یک روپه، تا که شفقتی از او پیدا شود، ترحمی از او پیدا شود. از او خاطر آداب دعا است که انسان عاجزی خود اعلان کنه. اما طور نمیگی که من این چیزا ندارم بده، این خو امر میشه. از او خاطر دعایی را میگه طلب ادنا از اعلا، ادنا بودنی ثابت بکو. یک موضوع. دوم موضوع، بله وسیله دو قسم است، یکی شرعی یکی غیر شرعی. وسیله شرعی را میگه که دلیل داره. هر چیزی که ذریعه قرب و نزدیکت به الله گرفته شده در قرآن یا در حدیث صحیح ثابت شده، او را وسیله مشروع یا توسل مشروع میگه. اینی وسیله گرفتن عاجزی خدا، این چیز توسل مشروع است. چرا پیغمبر الله عاجزی خدا پیش کرده برای الله متعال. چی میگه؟ رب ای پروردگار ما. هر جایی که شما اگر اصحاب کهف بود مریم میایه پشت سر، اگر پیغمبران علیهم السلام است کلش صفات الله را وسیله میکنه. رب ای ذاتی که تو مرا تربیت کردی، اینمی مشکل ما حل شدن من یام در جمله جزیات تربیت تو تعلق داره، یام از جمله اونمو پرزه های است که تو تکمیل میکنی، دیگه کس تکمیل کرده نمیتونه. کلمه رب امی مفهوم داره. زمانی تو ضرورت به رزق داری، دهنده رزق کیست؟ الله، چرا که او رب است. زمانی تو ضرورت به شفا داری، شفا دهنده الله است. این صفتی کیست؟ رب است. رب متصرف الله متعال است، کلشان رب. از امو خاطر ما و شما در آخری نماز خود کدام دعا را میخونیم؟ اللهم ربنا آتنا. ربنا و ذاتی که ما را تربیت کردی. یکی از جمله صورتهای تربیت ما کدام تربیت است؟ بچه درست عبادت تو را انجام دادن و بعد از اون مقبول دربار تو شدن. این از جمله اسباب چی است؟ تربیت است که تو ما را تربیت میکنی. انسان تکامل خود توسط عبادت الله میپیماید، از او خاطر در آخر امی دعا را میکنه. انی وهن العظم، ما سست شده ضعیف شده، العظم منی امو استخوانا از ما از جهت پیری. واشتعل الرأس شیبا، شعله زده یعنی فرا گرفته. الرأس سر مرا، شیبان چیست؟ سر ما فرا گرفته، شیبان سفیدی را، یعنی ما در حالت رسیدیم که مویا مکمل سفید شده. آلی حالت چرا ای را میگه زکریا علیه السلام؟ اشاره به این میکنه که یا الله این حالت تقاضا میکنه که من قطعا سوال نکنم، لیکن ظهور رحمت تو بالای ما در ماضی بسیار زیاد بوده. از او خاطر بعد از او میگه ولم اکن بدعائک رب شقیا، ما به خواستن از تو
ای پروردگار بدبخت نیستم، نامراد نیستم، هر وقت که طلب کردیم مراد مرا تو داده ای. از او خاطر با وصفی که اسباب ظاهری طلب و درخواست موجود نیست، لیکن چون رحمت تو بی پایان است، چون قدرت تو وسیع است، با وصفی که اسباب ظاهری وجود نداره، بازم از تو درخواست دارم و من یقین دارم که تو هر امری که ولو اسباب وجود نداشته باشه او را تکمیل کرده میتونی. در حالت پیری که زنم عقیم باشه، خودم در پیری رسیده باشه، چطور اولاد بیاید. لیکن زکریا علیه السلام همین نکات ذکر میکنه. چرا ذکر میکنه؟ زکریا علیه السلام از اولم در صدد ازی بود که از الله متعال درخواست کنه اولاده، اما زیاد جرأت نمیکرد سر همین موضوع. اینطور فکر میکرد که شاید قانونی الله به این رفته باشه که غیر در حالت جوانی دیگه وقت اولاد باید نشوه، وقتی انسان در پیری برسه. اما زمانی که سر مریم داخل شد در اتاق از او دید که میوه های غیر موسمی موجود است، گفت انا لک هذا. او گفت چیسته؟ هذا چیسته؟ من عند الله، این از جانب الله متعال است. زکریا علیه السلام همتش دیگه قوی شد، اما طمعش دیگه هم چی کرد؟ شیره گرفت. از او خاطر گفت که بله به موسم الله متعال میده، به موسم میوه نیست، اما میوه را الله به مریم داده، آلی بر من به موسم میوه دادم میتونه. قرآن بر ما درس میده انسان حتی در سرحدی که اسباب ظاهری تقاضا نکنه که امو امر برات داده شوه، اما زمانی که انسان اخلاص میکنه، خود تسلیم به الله میکنه، میبینی که الله متعال امو مشکل حل میکنه. دیروز براتان گفتم یکی از راههایی که همیشه ما درگیر مشکلات خیلی عمده هستیم، خیلی زیاد عمده هستیم، این نمیسته که ما دعا از الله طلب بکنیم. خوی تو هم نکنیم. یک تعداد دوستا برادر و خواهرها هر روز در مسجد دعا، التماس دعا، التماس دعا. این را مشغله جور نکنی. شما بیخی طور کار کردی که خودتان تو میگی عبادت الله را نمیکنی. همیشه مسجد رساله التماس دعا، التماس دعا. میفهمی کلگی هر مسلمان برای مسلمان دیگه دعا میکنه و این را برای خود مشغله جور نکنی. خودت در شهرت ندی، شهرت خوب نیست. شما خود یک کمی چی بکنی، تلاش بکنی، محنت بکنی، زحمت بکشی، خصوصا اینطور موسمایی که الله متعال قطعا اجابت میکنه، وقت افطار، وقت سحری، بعد از نمازهای فرض که یا مواقع است که حتما الله دعا را قبول میکنه. سریع قبولیت دعای خود یقین داشته باشه.